حقیقت نمیبینند. کران آن کسانی هستند که شنیدن امر معروف نمیخواهند که امر معروف باشد. حالا که خدا رحمت کند، صوفی علیه را میگوید بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عمل در نزد پروردگار از حساب اجر کی دارد؟ کسی دارد که امر معروف و نهی منکر بکند. حتی حبیب خدا میگوید مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه مثل الحی والمیت. آدم مرده را از زنده گو من جدا کنم برای شما. یعنی دو آدم زنده را راست کردن، گفتن امینا میدانین کدامش مردگی هست و کدامش زنده هست. گفتن کدامش مرده هست کدامش زنده است، حالان که هر دوش بالای پا ایستادگی است. اینا هر دوش حرکت دارن، زنده هستن. که پیغمبر گفت آن کسی که